با سلام، سعید هستم. ممنون از اینکه ویدیوهای من نگاه میکنید. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری رستوران مرغ زیر 1 دقیقه خورد کنید. بریم که با هم ببینیم. مرغمون رو از پلاستیک در میاریم، به این حالت دومشو میزنیم، به این راحتی. نصف میشه، به این حالت گردنش جدا میشه و به این حالت سینه‌اش تیکه میشه. به همین سادگی دوستان. این حالتی که رستوران زرشپول با مرغ به شما میده و اینا رو داخل سوپ استفاده میکنه. ممنون از اینکه من تماشا کردید. مرسی. خدا نگهدار.